آقایون توجه داشته باشید اسامی که اعلام میکنم واسه مساعدت در خصوص پروندهشون بعد از زمان هواپیمای دفتر معاونت زندان میاد. سلام علیکم. سلام. شما آقای؟ بله بفرمایید. قراره یه بنده خدایی ضمانت شما رو بکنه. یه آدم بسیار عالی، یکی از نزدیکانه. یه درخواستی رو بابت ضمانتت می‌نویسی. انشالله یه فرجی میشه شما از این بند مصاحبه دارم یا چیزی یه معامله داشتیم یه چک نوشتم حاج آقا من فقط یه بچه مریض دارم نوناورشون هم منم ایام دوست داشتیم زحمتم کشیدم تا اونجایی که تونستم هیچ براش کار نداشتم ولی چند تا بچه داری؟ من دو تا پسر اینجا رو یه امضا بکن. سلام علیکم و رحمت الله. حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ نه این بنده خدا اینجا تشریف داره. ایشون هم شما رو میشناسه. چی سلام آقا جان. سلام علیکم. سلام علیکم آقا جان. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. سلام